اطلاعات اساسی در مورد ویتامین دی. ویتامین دی کار را که انجام می دهد در متابولیسم کلسیم به ما خیلی کمک می کند. یعنی در روده کوچک باعث می شود که جذب کلسیم داشته باشیم و اگر این اتفاق نیفتد به دلیل کمبود ویتامین دی ما می توانیم به کمبود کلسیم هم دچار شویم و این موقع هست که ما نمی توانیم استخوان و دندانهای محکم را داشته باشیم. پس می بینیم که ویتامین دی در جذب کلسیم نقش دارد و خب طبیعتا در محکم کردن استخوان‌ها و دندانهای ما هم رول دارد. خب از کارهای دیگر یا وظایف دیگری که ویتامین دی انجام می دهد این هست که کنترل می کند فشار خون را. بله، کسانی که فشار خون بالا دارند خیلی دقت داشته باشند که ویتامین دی شان در محدوده رنج نرمال باشد، چون اگر ویتامین دی کمتر داشته باشند فشار خون بالاتر پیدا می کنند و چون ویتامین دی خیلی کمک کننده است در سیستم قلبی و ما، پس این هم تمامش به همدیگر ارتباط دارند که از جمله وظایف ویتامین دی است که تنظیم قند خون کمک کننده یا یک نحوه کمک کننده در سیستم قلبی و ما که تمامش با هم ارتباط میگیره. وظیفه بعدی که ما دربارش میدانیم این است که ویتامین دی کمک کننده به سیستم معافیت یا ایمنی ما است که یکی از ویتامین های بسیار مهم است که نقش در سیستم معافیت بدن ما یک نقش پررنگ را دارد و کسایی که مریضی های اتومیون دارن یا به نحو یکی از امراض معافیتی در وجودشان دارن باید توجه ویژه‌ای داشته باشند که این هم یکی از وظایف دیگر ویتامین دی شد. خب میدانید که ویتامین دی نقش پس‌ازایی را در حمایت و سپورت کردن ریه ها دارد. یعنی چه قسم اگر کمبود ویتامین دی را داشته باشیم ریسک مبتلا شدن به استما که عامیانه ما میگیم نفس تنگی و همچنان ریسک بیشتر التهابات ریوی را می داشته باشیم. یک اتفاق خیلی مهمتر که خود ویتامین دی انجام می دهد و خیلی ارتباط بسیار مهم با قند خون دارد و می تواند ویتامین دی قند خون کنترل کند و همچنان ارتباط میگیره با کسایی که دیابت دارن و کسایی که دیابت دارن متوجه باشند که کاهش ویتامین دی که در زمانی که مصاب دیابت هستند این سبب می شود که میزان قند خونشان بالا برود. پس ویتامین دی یک رول عمده در کنترل کردن خود قند خون دارد. خب اصلا بنابراین می توانیم بگوییم که ویتامین دی درست است که از جمله ویتامین دسته‌بندی ویتامین ها به شمار می رود، ولی در اصل مثل یک هورمون عمل می کنه و بسیار شبیه به هورمون کورتیزول می باشه که یک ضد التهاب خوب است و یک ضد درد خیلی خوب است، فقط به سیستم معافیت ما کمک نمی کند. فهمیدید که در لحظات پیش چه وظایف را که انجام میده و چقدر میتواند مؤثر باشد در بدن ما. خب حالا ویتامین دی را چگونه میگیریم؟ میزان بیشتر ویتامین دی را از طریق آفتاب میگیریم. وقتی آفتاب به پوست ما تابش انجام میدهد کلسترول که در پوست ما وجود دارد تبدیل به ویتامین دی میشود و این ویتامین دی که از طریق کلسترول تبدیل به ویتامین میشه یک ویتامین غیر فعال است و حالا در بدن به شکل فعال طی عملیه های مختلف تبدیل به یک ویتامین فعال می شود که تا بتونه وظایف را که مربوط برش میشه انجام بده و برای خاطر از این تغییر و تبدیل که یک ویتامین دی به غیر فعال به فعال تبدیل شود ما به یک کبد یا جگر سالم و یک کلیه یا گرده سالم نیاز داریم که همه از اینا ارتباط به هم دیگه میگیره. یعنی سلامتی بدن ما، سلامتی جگرها، گرده ها،
ارتباط میگیره با ویتامین دی. یعنی اگر شما ویتامین دی بخورید، سلامتی نداشته باشید، سلامت جگر و گرده نداشته باشید، پس اون ویتامین دی هم که میخورید بیفایده است. پس یاد ما باشه که مکمل هایی که ما میخوریم معلومات درباره آن کامل داشته باشیم که چه مقدار از اون مکمل استفاده کنیم، به کدام زمان دوار استفاده کنیم و همچنان همیشه تمامش خیلی مهم است که این ویدیو فقط یک اطلاعات اولیه درباره ویتامین دی بود. پس به خاطر معلومات بیشتر درباره ویتامین دی با من همراه باشید و معلومات بیشتر حاصل خواهید کرد. ممنون از شما، وقتتون خوش.